سلام، روزتون بخیر. با یک فال قهوه ماه به ماه در خدمتتون هستم برای فروردینی عزیز. امروز 10 خرداد، انشالله که هر آنچه که نیت کردی به نفعت باشه. فروردین خوشحالی دارم برات میبینم روی یک موضوع اساسی که حالت انگاری حالا یا کات بودی یا ناراحتی بینتون بوده، یک خوشحالی رو دارم براتون میبینم. فروردین براتون دارم میبینم از یک مسئله ناراحت هستی، ولی این مسئله تا 2 بعد زمانی آینده برات پوچ میشه. یک مسائلی برات توی ذهنت هست که انگاری یک سوالهایی هستش که بی جواب مونده، ولی نگران نباش، تا 2 بعد زمانی آینده به جواب سوالایی که توی ذهنت هست میرسی. یک دوره همی دعوت میشی. این دوره همی میتونه خانوادگی یا دوستانه باشه که مواظب یک خانم مو بلند که موهاشو حالت دوم اسبی میبنده مواظب باش این خانم به شما آسیب نرسونه و به لحاظ احساسی و کاری مالی خوشحالی رو تا 3 بعد زمانی آینده میبینم برات.